اولین کانسپت مکتب بین المللی رو ما 2 سال قبل آغاز کردیم و به دلیل ازی که می‌خواستیم یک مکتب بین المللی به سطح معیاری داشته باشیم. فعلا ما کامن کور کالیفرنیا استانداردز پیش میبریم که مطابق استاندارد کالیفرنیا می باشه. یک شاگرد ما مثلا میوزیک میخوانه، به دلیل ازی میخوانه که دیگه مضمونش رو تقویت بکنه. میوزیک خودش منبع ازی است که شاگرد میتونه که ذهنش خوبتر رشد بکنه. ما فعالیت‌های مختلف برای اینا داریم و تمامش ما با والدین ترینینگ دادیم. اینا کاملا از سیستم و کسایی که به مکتب ما هستن اینا کاملا از سیستم آگاهی دارن که چگونه وقتی طفل به خانه میاد گوگل درایوش چگونه چک کنن، کدام فعالیت‌ها رو در صنف انجام دادن. اگر یک شاگرد ما به مکتب هم نباشه تصادفاً یک روز مریض میشه نمیتونه به مکتب بیاد، اینا تمام فعالیت‌هایی که در جریان صنف انجام صورت گرفته 5 ساعت درسی یا 6 ساعت درسی تمام فعالیت‌ها رو دریافت میکنن به خانه. پس اینا رو تمامش با والدین ما ترین کردیم و اینا میفهمن که چگونه باید چک بکنن. بزرگترین مشکل ریسک دوم که ما داشتیم امی بود، چون میدیم آف لنگویج در مکتب ما انگلیسی است و همه استاف همه شاگردا باید انگلیسی صحبت بتونن. ما صنفای اسپیشال برشون داریم. بعد از اینکه ساعت رخصتی میشه تمام شاگردا به خانه میرن. اسپیشال کلاسز ما آغاز میشه. شاگردان ما که مشکل دارن نه تنها با مضمون انگلیسی، به هر مضمونی که مشکل می داشته باشه ما برای اونا انفرادی کار میکنیم. داخل روز شما شاگردا رو ببینین، استادا رو ببینین، اصلا خستگی احساس نمیکنن و این دلیلش طبعا یک سیستم خوب تدریس است.